نبوغ هدیه خدا دادی و پشتوار سلاح انسانه. احتمالا هیچ فوتبالیستی به اندازه رونالدو به جنگ نبوغ خدا دادی نرفته. رونالدو تو دوران طلایی رونالدینیو مطرح شد. تو سالهای درخشش مسی به اوج رسید. همین کافی بود که خیلی تبدیل شدن به بهترین جهان رو بزنه. اما رونالدو همه قوانین فیزیک پشت سر گذاشت تا 5 بار نفر اول جهان بشه. آقای گل دیگه برتر با منچستر قهرمان همه جام‌ها شد. رئال 4 بار قهرمان اروپا کرد. به تنهایی تو صدر گلزنهای تاریخ لیگ قهرمانان قرار گرفت و حالا دنبال چالش‌های جدید هنوز از خیلی‌ها سریع‌تر می‌دوه و از هر کسی بلندتر می‌پره. تنها بازیکنیه که قهرمان انگلیس، اسپانیا و ایتالیا شده و تنها پرتغالی که به عنوان کاپیتان جام قهرمانی یورو رو بالای سرش برده.